اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جیوبهن. آیه 31 سوره نور. ای پیامبر ما کتمان حق نکن. و قل للمؤمنات، به زنهای مؤمن بگو، به مؤمنات بگو. خدا داره میگه به زنهایی که منو قبول دارن بگو، اونهایی که لقب ایمانو از من گرفتن به اونها بگو، اونهایی که حرف شنوی از تو دارن به اونها بگو، تا اونها الگویی باشن برای اونهایی که چه بالاخره حرف شنوی ندارن و تمسخر میکنن. شاید به مرور زمان اونها هم تحت تأثیر این امر مهم و زیبا و ارزشمند و آبرومند قرار بگیرن و به مرور زمان اونها هم با حجاب بشوند. قطعا اگر نوری از مسلمان تولید بشود، این نور همه تاریکی های پیرامونش را تحت شعاع خودش قرار میدهد. اگر مسلمانی دعا بکند حتی برای خلافکاران و معصیتکاران و گمراهان، نور دعای اون تا مسیری که این دعا به اونجا میرسد و دعا میکنند، اونها رو، اون تاریکی ها را تحت شعاع خودش قرار میدهد. کار خیر رو دست کم نگیریم که تأثیر دارد و حرف خیر رو دست کم نگیریم. و قل للمؤمنات، چه زیبا خداوند بیان میکنه، به پیامبرش میگه به بندگان خالص من، به اون زنهایی که پذیرفتن که بنده خالص من باشن، مؤمنن و من درجه ایمان بهشون دادم، به اونها بگو که چشمهاشان را پایین بندازن اگر احساس فتنه کردن، و یحفظن فروجهن، و شرمگاهشان را حفظ فرمایند، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و زینتهای خدادادیشون را برملا نکنن، آشکار نکنن، نمایان نکنن، مگر اون زینتهایی که هیچ راهی نیست و خدا اجازه داده که اون آشکار بشه، که صورت هست و 2 کف دست، صورت بدون آرایش، خدادادی و 2 کف دست. اما اینکه گریبانشان یا یقشون باز باشد، یا آستینشون کوتاه باشد، یا از پایین لباسشون کوتاه باشد، یا تنگ و فشرده باشد، یا چادر نداشته باشند، یا لباسی باشد که رنگهای جذاب و خیره کننده داشته باشد، یا طلا و زیورالاتی که به خودشون میگیرن، یا آرایشی که میکنن بعد میان بیرون، پناه به خدا اینها زینت‌هایی هست که باید پوشانده بشود و فقط برای مردی که خدا براشون حلال کرده، دور از چشم فرزندان حتی در اتاق خواب، فقط چه این زینت‌ها را آشکار بکند تا مردش را به سوی خودش جذب کند و مردش را به عفت برساند، که این مرد از نگاه به محاسن زیبای خدادادی و اکتسابی همسرش از نگاه به نامحرم در امان باشد. ولی امروز زینت‌های زن برای کوچه و عروسی و جلسه و جشن و شادی و بازار و بیرون رفتن است و حالت طبیعی خودش برای مردش در نتیجه مردش را وادار میکند که چشم چران باشه، چون به عفت نمیرسد. و خداوند و فرشتگان خدا چنین زنی را که سبب میشود مردش به عفت نرسد در تقصیر و کوتاهیش، هر شب و هر صبح نفرین و لعنت میکند. بعد میگه که ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، به زنهای مسلمان، به زنهای مؤمن بگو که روسری هاشون را بندازن بر گریبانشون، بر یقه هاشون، تا سینه هاشون و یقه هاشون را بپوشاند و گشاد باشد، نه تنگ فشرده که برآمدگی سینه رو نمایان بکنه، یا نازک که درست روسری انداخته رو سینه‌اش و رو یقه‌اش، اما اونقدر نازکه که طرف مقابل حریص‌تر می شود که ببیند اون روسری نازک و خیره می شود که اون چیزی که از زیر اون روسری و خمر که
اصطلاح قرآنی خمر هست تماشا کند. اما آیه بعدی درباره امر خداوند به حجاب، خداوند می‌فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. آیه 33 سوره احزاب خداوند می‌فرماید در خانه هاتون بنشینید و از خانه ها به غیر ضرورت بیرون نروید. از خانه ها به غیر ضرورت بیرون نروید و عادات جاهلیت عرب قبل از اسلام رو به خود پیدا نکنید که زنها برای نشون دادن محاسن و مفاتنشون و زینتشون بدون اینکه کاری داشته باشن، ضروریت ایجاب بکنه، میرفتن به میادینی که مردا بودن برای اختلاط، برای فتنه و فساد، برای تحریک مسائل جنسی مردا و برای انجام اعمال غیر شرعی. خداوند میگه وقرن فی بیوتکن، استقرار پیدا بکنید در خانه هاتون. و امروز چقدر زن مسلمان بیرون میرود، کاش که برای تحصیل بیرون میرفت، کاش که برای طلب علم بیرون میرفت، کاش که برای مسجد بیرون میرفت. اما خیلی از مردم وقتی زن مسلمان برای مسجد می آید، برای طلب علم می رود، برای مدرسه می رود، برای امر معروف می رود، همه علم میشن که زن از خانه بیرون رفته، زن و مسجد، گربه و مسجد. اما برای بازار و طلا فروشی می رود، آستینش تا اینجا تا بالای اون ساعدش رو بالا می زند، به طلا فروش می گوید علنگوی من را خود در بیار. یه پودری هست میزنه، علنگوهایی که چفت دستش بیرون نمیاد خود طلا فروشی در میاره، یا انگشترایی که چسبان شده در نمیاد خود طلا فروش در میاره. و همیشه راه بازار رو بدون اینکه چه ضرورتی ایجاب بکنه. و وقتی هم بازار میره بهترین آتکلون میزنه، آتکلونی که ماندگار باشه، بهترین آرایش میکنه، جذابترین لباس میپوشه و خارج میشه. و خداوند اینجا میگه وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن، خودتون نشون ندید، تبرج نکنید، مفاتنتون، مظاهرتون، محاسنتون رو نشون ندید. و این خصلت زنهای جاهلیت مشرک قبل از اسلامو به خودتون نگیرید. خدا بر شما منت گذاشته، خدا شما را مؤمن تلقی میکنه، خدا شما را از هدایت کامل برخوردار کرده. ای زنهای مسلمان، بی خود و بی جهت از خانه بیرون نروید و خودتون عرضه بکنید در خیابانها و در مجالس و در میدانها و در بازارها و در عروسی ها. مسلمان و دختر مجرد ساعت 12-11 شب حالا از خانه ها بیرون میان، آرایش کرده، حالا برای عروسی میرن. یعنی عروسی ها کیش به اوج خودش میرسه، تازه حالا از ساعت 11 شروع میشه، تازه همجور کم کم اوج میگیره با رفتن دخترای جوان، زنهایی که آرایش کردن تک و تنها تو خیابانها، و تا ساعت به اوجش ساعت 3:30-4 همراه اذان صبح حالا به اوج میرسه. مردم چون که صبح اداره داره یا صبح کارمنده یا صبح بازاره، خوابیده تو خونه، زن معلوم نیست کجاست. و زنش هم تاکسی یا آژانس گرفته رفته کجا، تو سالونی که تو نمیدونم چهچکور، نمیدونم تو کجاست، حداقل نیم ساعت تا اونجا فاصله داره. در صورتی که خداوند می‌فرمایند وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی، مثل زنهای جاهلیت صدر اسلامی که گمراه بودن و مشرک بودن و دنبال فتنه و فساد بودن، مثل اونها نباشید. خدا بر شما منت گذاشته، شما را از گمراهی به هدایت تبدیل کرده، از بدی به خوبی منتقل کرده. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره زن می‌فرمایند المرأة عورة، او کما قال صلی الله علیه و سلم، زن عورته. زن عورته. زن عورتی یعنی چی؟ زن هم خودش عورت برای خودش و هم زن عورت مردشه و عورت برادرشه و عورت پدرشه و عورت پسرشه. وقتی پیامبر میگه صلی الله علیه و سلم که زن عورته، تو دوست نداری که عورتت بپوشونی؟ حالا بلند شو اینجا عورتتو مکشوف بکن. اصلا یه مردی بلند بشه اینجا با شورت نیست، معذرت میخوام. پیامبر میگه زن عورته. اگر زن عورته، عورت انسان باید پوشش داده بشه، عورت باید پوشوند.
پس وقتی تفسیر پیامبر درباره زن که زن عورته و عورت و واجبه که انسان بپوشونه، وگرنه شخصیت اجتماعی زیر سوال میره، آبرو و حیثیت موقعیت زیر سوال میره. پس چرا زن نباید پوشش داشته باشه تا عورت مردش، عورت پدرش، عورت برادرش، عورت پسرش چه حفظ بشه؟ و متاسفانه مرد آستین بلند پوشیده، شلوارش هم تا پشت پاش رو کفششه، لباسش هم چه انداخته رو شلوارش، یقش هم تا بالا بسته، اما زنش که همراهشه داره خارج میشه، همراه هم دارن میرن، اون چه لباسش نازک، کنگ و فشرده، یقش باز، آستینش کوتاه، چادرش نازک، همجور داره میره همراهش. عورت خودش رو خوب پوشانده. اگر کسی هم به همسرش نگاه کرد تو خیابون عصبانی میشه، میخواد چاقو در بیاره. خود تو خودت همسرتو به نمایش گذاشتی، بعد میگه عملا اونو که تو کف دستت گذاشتی میگه نگاه به زنم هم بکنه. اونایی که زنشون تو ماشین میذارن بوق میزنن، منظورشون چیه؟ زنها آرایش شده تو ماشین گذاشتن، گلکاری تو کل خیابانها و در طول و امتداد خیابانها بوق بوق بوق. چقدر جواب میاد، عروسه، خوشگل بود، نمیدونم فلان بود، اینطوری بود. تو داری بوق میزنی که متوجه زنم هم باشید، آرایش کرده، از آرایشگاه درش آوردن. اینا مسلمانن یا غیر مسلمانن؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید زن عورته. اگر عورت باید ستر و پوشش داشته باشه، ستر و پوشش عورت واجب است، باید اونو بپوشونیم. اما آیه بعدی این حدیث بود. خداوند تبارک و تعالی میفرمایند یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. ای پیامبر، ایها النبی، ای پیامبر، به همسران خودت و به دختران خودت و به زنهای مؤمن از امت خودت بگو که جلبابشان، چادرشان را فرو بریزن. جلباب، چادر را دور خود بکنن و فرو بریزن و یقه هاشان را ببندن تا محاسن و مفاتنشون آشکار نباشد. پس خداوند به پیامبرش خطاب میکند قل ازواجک، همسران خودت امهات المؤمنین، و بناتک، دختران خودت، در رأس اونها فاطمه زهرا رضی الله عنهم اجمعین، عنهن اجمعین، و نساء المؤمنین. ناخن خداوند تبعیض قائل نشده، میگه همسران خودت، دختران خودت و نساء مؤمنینی که هیچ فرقی با اونها ندارن. اگر دینی آمده، ارزشی آمده، تشویقی آمده، عبادت و تقوایی هست، خیر و برکتی هست، برای همه است. زنهای مؤمن مثل دخترای تو، مثل همسران خودت باید تشویق بکنید به حجاب و امر بکنید به حجاب. و اینا همش امر هست که خداوند داره امر میکنه و تأکید میکنه که این زن خودش را حفظ است. حجاب پاکیزگی است، اینا عناوینشه. حجاب ستر است، حجاب تقواست، حجاب ایمان است، حجاب حیاست و حجاب غیرت است. اینها مسائلی است که انشاءالله فردا شب به این مسائل خواهیم پرداخت.